دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی دو کشور آمریکا و فلسطین اشغالی، یعنی همین رژیم صهیونی باطل، به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی بعضی از کشورهای دیگه که بعضی از اون کشورها رو ما میشناسیم، در طول زمان گشتن یه تعدادی افراد شرور یا دارای زمینه‌های شرارت رو در کشورمون پیدا کردن، اینها رو بردن، بهشون پول دادن، اسلحه دادن، آموزش خرابکاری دادن، آموزش ورود در مراکز نظامی دادن یا مراکز دولتی و فرستادن به ایران منتظر برای یک فرصت که هر گاه فرصتی پیدا شد اینا کار خودشون رو شروع کنن.